خب رفقا، به این واحدم خودم بهتون نشون بدم. این واحد تک خوابشه. یه نوت خواب اینجا داره، یه نشیمن خیلی جمع و جور و ساده با تلویزیون اینجا داره، یه میز آخری 4 نفره و آشپزخونه تکمیل مثل همه واحدهای مجموعه تهران مبله که میتونید ببینید. اول سرویس بهداشتی رو با هم دیگه ببینیم، بعد بریم اتاقو بهتون نشون بدم. باز هم یه سرویس بهداشتی فرنگی دارن. اینجا حمام هم، دوش حمام هم میتونید ببینید که هستش. اتاقش هم بهتون نشون بدم. داخل اتاق یه تخت 2 نفره هست که باز هم همه چیز برای شما تعویض میشه. رو بالشتی برای تختی هر سری تعویض میشه. دیزاین هم میبینید که چقدر خودمونی و ساده در این حال شیک هست. بذارین دفترچه رو بهتون نشون بدم. روش نوشته تهران مبله. این دفترچه راهنمای شماست. هر واحدی که اجاره بکنید این دفترچه‌ها با توجه به اون واحدی که داخلش هستیم وجود داره. قوانین نوشته، امکانات نوشته، صبح کجا بریم پیاده روی بکنیم، کجا قهوه بخوریم، کجا صبحانه بخوریم، هر چیزی که برای شما نیازه اینجا بهتون گفته. رستوران خوب اطراف کجاست، جای دیدنی اطراف منطقه که هستین داخلش رو میتونید انتخاب بکنید و بریم ببینید و شماره‌های لازم و ضروری که هست. حتی نقشه هم براتون گذاشتن که میتونید استفاده بکنید.